حسام الدین رازق پناهنده تاجیک در اروپا است. پدر او زبیدالله رازق از بنیادگذاران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی یکی از طرفهای جنگ و صلح تاجیکستان است. پدر حسام الدین سال گذشته در یکی از زندانهای تاجیکستان درگذشت. الان در پولند مهاجر سیاسی هستم و پناهندگی دارم در اینجا و مانند من زیاد نفرانی هستند فرزندان همون شخصانی که در وقتی مذاکرات جانبدار صلح بودند و امروز در زندان هستند. بعضی هایشون زنده خوشبختانه، بعضی هایشون متاسفانه در زندان از دنیا گذشتن. فرزندان اونها خشتباران اون آدمان در اینجا هستند در اروپا. با گذشته 29 سال از امضای سازشنامه صلح هنوز هم مخالفان سابق حکومت را برای اجرا نکردن شرطهای سازشنامه و برجسته کردن نقش خود در این جریان تنقید میکنند. محی الدین کبیری رئیس حال نهضت اسلامی تاجیکستان که یاور رئیس کمیسیون آشتی ملی نهادی که اجرا شدن سازشنامه را نظارت میکرد میگوید که بجز قطع جنگ دیگر هیچ بند سند صلح تاجیکستان پر اجرا نشده است. تاجیکستان از اون تصوری که در سازشنامه وجود داشت باید یک دولت واقعا هم مردم سالار، آزاد، پیشرفته می بود که از همسایگان خود کاملا فرق میکرد. امروز نه اینکه فرق نمیکند بلکه از همسایگان عقب مانده تر است. کبیری میگوید که بر اساس سازشنامه صلح امام علی رحمان حق داشت که تنها 7 ساله دیگر پرزیدنت انتخاب شود و حزب‌های سیاسی در انتخابات شفاف مبارزه را برای قدرت سیاسی ادامه دهند. اما به گفته او پس از امضای سازشنامه حزب‌های سیاسی فعال از صحنه بیرون زده شدند. اما سیف الله سفروف معاون پیشین امام علی رحمان در حزب حاکم خلق دموکراتی بر این است که وقتی طرف‌ها راضی شدند و صلح امضا شد و سازشنامه همه مرحله اساسی آزمایش را گذشته است. مادامی که وحدت شد دو طرف نمیشه، دو طرف وجود ندارد، برای همین وحدت شد. هم طرفی که میگویند که گویا ما را به حساب نگرفتند نباشد چرا صلح شد؟ به این سوال که جواب میدهند. صلح شد در نتیجه وحدت ملی، امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی. همین کلمه رضایت ملی در اونجا علاقه هست. سالهای اخیر مطبوعات دولتی حکومت را به وجود آورنده صلح و جانب دیگر را سببگار جنگ نشان میدهند که به نظر محی الدین کبیری پیامدهای بد دارد. دیگر اعتماد به حکومت تاجیکستان همچون یک گروه، همچون یک اشخاصی که به عهد خود باور پایبند هستند از بین رفته است. 27 ایون در تقویم تاجیکستان همچون روز وحدت ملی ثبت شده است و روز استراحت است. رسانه‌های دولتی تاجیکستان امضای سازشنامه صلح و پایان جنگ را اساساً نتیجه کار حکومت و به خصوص پرزیدنت امام علی رحمان می‌دانند. از نقش طرف دیگر و رعایت شدن و نشدن مقررات سازشنامه صلح تقریباً چیزی گفته نمی‌شود.